درود دوستان، امروز حرف درباره گوشتین یونان و رومی و گوشتین طرز آزاد می رود، چون که به نزدیکی در قهرمانی آسیا بود. در رشته گوشتین یونان و رومی و از تاجیکستان و فیلم 4 نفر بودن. بازید 1 2 3 4 نفر رو همش با قول روسا میگن سخوی проиграли، همش 0-0 проиграли، бой دادن، شکست خوردن. مثلا سنت الله عبداللهف در وزن 67 بر ضد یک گوشتنگیر ایرانی 0-10 شکست خورد. یگان بل یگان خال نگرفت. انا در وزن 72 لایق احمدزاد 12-11 شکست خورد. 2 بل گرفته، 2 تا خال گرفته، 11 خال شکست خورد. 77 علیشیر روزیماد انا 6-9. در وزن 87 باشد محمد سلطانزاده چند 0-9 شکست خورد. گوشتین یونان رومی کدمی که نمیدونه، گوشتین یونان رومی این گریکاریمسکای برباش میگن، بعد گوشتین طرز آزاد باشد ولنای بربا که اینا در ام ام خیلی کمک میکنن ورزشگرا. اینا باید حتما باشن، اینا باید در تاجیکستان اینا باید در سطح عالی باشن. کدمی که میدونه قهرمانای یو اف سی داغستان همش گوشتینگیری طرز آزادن. برای همین چرا در تاجیکستان همین گوشتین در سطح پست است، گوشتین یونان رومی و طرز آزاد؟ شما در کامنت ها نویسید. و فیلم عبدالسلاموف کدمی که میدونه در المپیاد است، او خودش از داغستان است و در المپیاد از تاجیکستان رو معرفی کرد و جای سوم گرفت مثل لگیونر ده. و در همون گوشتین طرز آزاد هم باشد از تاجیکستان برآمد میکنند، ولی لگیونرن از روسیه و از هر جا. برای چی تاجیکستان همون عبدالسلاموف خواستن مربی گوشتین طرز آزاد کنن، نمیدونم برای چی، بیچاره گرخت کار نکرد در تاجیکستان. همین کدمی که میدونه دوستان نویسید برای چی گوشتین طرز آزاد و یونان رومی در تاجیکستان رشد و رونق نیافته است، پیش نمی رود، مثل جودو، مثل مثلا بوکس تماما در سطح پست است. کدمی که میدونه بنویسید، چون که این یک نمودی ورزشی بهترین است، اما ورزشگر رو خیلی قوی میکند. دیده که مردم قفقاز، داغستان، چچنستان، گرجستان، اسیتیا، اینگوشتیا اینا با درجه عالیش گوشتنگیری خوب دارن. چرا تاجیکستان ندارد؟ دوستان همین رو در کامنت ها نویسید. و شاید سهمگذاری نمیکنن، پول نمیگذارن در اونجا که ورزشگرا رو جلب کنن زیادتر شوند، چون که این یک بهترین ورزش است. دیده که در ایران ورزشی درجه اول است گوشتین طرز آزاد و زیاد قهرمانای المپیک جهان دارن. برای همین دوستان نویسید در کامنت ها برای چی و شاید که نمیدونم، شاید که همان چوره همین بینن و گوشتین طرز آزاد و یونان رومی در تاجیکستان خوبتر شود، چون که این هم یک از روی ورزش مملکت رو میشناسند و گوشتین یونان رومی و گوشتین طرز آزاد باید در تاجیکستان خوب باشد. دور نمیریم ازبکستان، اما همینجا در بافیرم در نمیدونم اینا در امون محمد سلطانزاده از بافیرم ورزشگری ازبکستانی شکست خورده است. نمیدونم دوستان، فکرتون رو در کامنت ها نویسید و انشالله که روزی شنبه ما رو خیلی مسابقه های خوب انتظارن. من حتما با شما اینها رو پیشکش میکنم در رشته ام ام، در رشته بوکس. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد. تا امید دیدار.